این مثال از کتاب درسی صنف 11 از رقم 357 گرفته شده است و در مثال گفته شده است که در کدام قیمتی x و این سه اعضا لگریتمی دو و لگریتمی دی از 2 لگریتمی دی از 3x minus 3 و لگریتمی دی از 3x plus 9 با هم دیگر پروگرسی اریتمتیکی رو تشکیل داده میتوانند و ما از روی فرمولی و in برابری خاصیتی از روی خاصیتی و پروگرسی اریتمتیکی in برابری in minus k plus in plus k تقسیم 2 استفاده برده و آنها رو یافته یعنی معادله ترتیب دادیم لگریتمی و دهی از 3x minus 3 برابر با لگریتمی دهی از 2 پلوس لگریتمی دهی از 3x plus 9 سه نشان دهندش x آفرین و لگریتمی و دهی و 3 درجهش x minus 3 ضرب شده و در نتیجه و در وقتی جمع کردن لگریتم ها و رقم های در زیر لگریتم بوده با هم دیگر ضرب می شوند. لگریتم اساسش 2 ضربی 3 درجهش x plus 9 و ما و 2 رو و تحت لگریتم در آورده همچون درجه 3 درجهش x minus 3 می نویسیم و از بسکی و هر دوی و در هر دو طرفی و اساس ها و لگریتمشون اساسش در می باشد لگریتم اساسش خیلی می پرتویم و در نتیجه 3x minus 3 و در کوادرات و 2 ضربی 3 درجهش x plus 9 حاصل می شود و همین طور 3x minus 3 رو و با فرمولی ضربی مختصر می گوشایم همین چیز حاصل می شد همین 3 درجهش 2x minus 6 ضرب 3 درجهش x plus 9 حاصل می شود و برابری 2 رو با داخل قوس ضرب زده می گیریم در نتیجه برابری می گرزانیم برابری گذرانده برابری نال نموده و پس از آن اعضاهای اخیرش را با هم دیگر جمع و ترک میکنیم و آن و 3x را در اینجا گزارش میکنیم 3x برابری t و سه نشان دهندش گوییم 3 درجهش x برابری t و در نتیجه t کوادرات مینوس 8t مینوس 9 برابری 9 در نتیجه معادله کوادراتی حاصل میشد و آفرین دیسکریمینانت برابری 100 میشد و اول از t1 و پس از آن t2 رو میبینیم که t1 برابری 9 و t2 برابری مینوس 1 میشود و پس از آن و به جای t گذاشته 3x برابری 9 و 3x برابری 3 کوادرات x برابری 2 می شود و در وقتی گذاشتنی و t2 3 درجهش x مینوس 1 و این و برابری معنا ندارد و در نتیجه x برابری 2 می شود و همین طور سه اعضای اولی پروگرسی اریتمتیکی و لگریتمی اساسش 10 از 2 لگریتمی دی از 6 و لگریتمی دی از 18 برابر می شوند و اگر ما سنجیدن خواهیم و دی برابری فرق پروگرسی را برای یافتن لگریتمی و دهی از 6 مینوس لگریتمی دهی از 2 این برابر می شود و در نتیجه ترک و هنگامی ترک تقسیم در زیر لگریتم بوده و تقسیم میشن و لگریتم 6 تقسیم 2 برابر و لگریتم دهی از 3 می شود و همین طور باز از سیوم اعضای و پروگرسی اریتمتیکی اعضای دویمش را ترک میکنیم و این هم و لگریتم اساسش در برابر 3 می شود. آفرین رحمتی کلام ارامت جاتون بشینید بچه ها. این بود با یک مثالی ما از کتاب درسی الگبرای صنف چند 11. تشکر زیاد.